علمی تخیلی پس آخر زمانی که فصل اولش بسیار محبوبیت پیدا کرد و همه منتظر فصل دومش بودن. فصل دوم مستقیما بعد از فصل اول شروع میشه، جایی که لوسی و قول دارن میرن سمت نیو وگاست، شهر قمار و فساد توی صحرای موهاوی. این در حالیه که ماکسیموس با یک فرقه نظامی با زره‌های بولپیکر درگیر میشه. لوسی که حالا یک بازمانده واقعی شده، توی مسیر با رازهایی روبرو میشه. شرکت پشت پناهگاه‌ها نه تنها جنگ هسته‌ای رو شروع کردن، بلکه حالا با رابرت، یک میلیاردر منجمد شده که شهر رو کنترل میکنه، دارن توطئه میکنن تا به واتسلند سلطه پیدا کنن. قول با گذشته تاریکش با یک نابغه دیوونه همکاری میکنه تا تکنولوژی‌های از دست رفته رو دوباره پیدا کنه.